سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون مثل همیشه خوب و زیبا باشه. یه چیزی اومدم بهتون بگم و برم، اینو از من به یادگار داشته باشی. برای کسایی که میخوان شروع کنن هر چیزی رو، هر کاری رو، یه بیزینسیه، یه هنریه، یه کلاسیه، یه رابطه، یه زندگیه، یه بچه دار شدنیه، هر چیزی رو که میخوای شروع کنی، اگر شروع کردی، رفتی جلو، وسط مسیرت برگشتی عقب و نگاه کردی و دیدی تایمی که شروع کردی به اندازه کافی افتضاح نبودی، بدون که دیر شروع کردی. پس الان بلند شو. کمالگرایی، ایدئالگرایی، همه رو بذار کنار، ببوس بذار کنار، کاریش نداشته باش. با هر امکاناتی که داری، با هر شرایطی که داری شروع کن، قدم بردار و تو رفت خودت توی این مسیر، تو قدم هایی که برمیداری تلاش کن که بهتر شی. یعنی منظورم از تلاش اینه که پاره شو تا بهتر شی. قدم به قدم هی برگرد عقب و نگاه کن، ببین بهتر شدی. این یعنی موفقیت. بهت قول میدم همین الان با کمترین امکانات دنباله، اگه یه هنری رو میخوای شروع کنی، بگی من باید فلان کلاس رو داشته باشم، فلان مهارت رو داشته باشم، فلان پول رو داشته باشم، تجهیزات رو داشته باشم، یا میخوام یه کار دیگر شروع کنم، بعد اول لاغر کنم، بعد لباس فلان بخرم، میخوام برم توی رابطه ای، نه نمیتونم، خودم باید اول این باشم اون باشم. نه، اینا رو بذار کنار. شروع کن، قدم بردار، قدم به قدمی که برمیداری تلاش کن، پاره شو تا نتیجهش رو ببینی. این جمله رو یک بار دیگه بهت میگم، با طلا بنویس، بزن به سردر اتاقت ببینیش. هر موقع کاری رو شروع کردی، رفتی جلو، برگشتی عقب و نگاه کردی، دیدی به اندازه کافی افتضاح نبودی، بدون دیر شروع کردی.